سلام. سلام علیکم، خسته نباشین. شما خسته نباشین. مرسی حالتون خوبه؟ مرسی، خیلی مثل که ممنون. من باید برم عقب. صداتون گرفته؟ یه سرماخوردگی کوچیک اومدیم از میگم ویروس سلطنت فرار کنیم، این ویروس گرفت ما. باشه، دعا باشید اگه اینطور اصل کاری هم رو هستید. من با عزتون ببینم آیا حبیبی هم هستن. نه. میبینم دوستانی هم به ما دارن میپیوندن. من بهشون سلام میکنم. بسیار خوشحالم که با ما همراه هستید. امیدوارم که بتونیم یه گفتمان خیلی خوبی داشته باشیم و خوشحال میشیم که دوستانی هم که هستن حتما برای ما کامنت بذارن، سوالاشون رو مطرح بکنن و خلاصه همراهی کنن با ما. هنوز آقای حبیبی تشریف نیاوردن، هر وقت اومدن من میارم ایشون بالا. بله. دوستانی که سلام میکنن من هم بهشون سلام میفرستم. خیلی خوش اومدید. خوشحالم که همراه ما هستید. ما منتظر مهمان برنامه آقای حسن حبیبی هستیم تا ایشون هم به ما بپیوندن. دوستان لطفا در این لایو حتما برای ما کامنت بذارید، حتما پرسش هایی که دارید برامون بنویسید. ما خوشحال میشیم در برنامه چالش از نظرات همه شما آگاه بشیم و هر پرسشی که دارید آقای حبیبی بتونن بهش پاسخ بدن. بحث خوبی هم هست امروز دیگه. بله. این میگم بحث. بله. موضوع گفتگو چیست؟ من یک بار عنوان موضوع رو میگم تا دوستان یک طوفان ذهنی بتونن خودشون داشته باشن، آمادگی پیدا بکنن. دوستانی که الان هستن در لایو تا آقای حبیبی هم بیان و بحث رو باز بکنن. موضوع برنامه امروز هست سالگرد قیام سراسری 1401 و عبور خارج کشور از شارلاتانیسم شازده و شرکا که حتما میتونه بحث داغی باشه. بعد از اون جریان بروکسل که خیلی اکشن خوبی هم بود واقعا، اون تمام این چیزای اینا رو سوزوند. ولی متأسفانه من تو انگلیس نگاه میکردم اینا چجوری به همدیگه هم میپرن، حتی به خودشون هم رحم نمیکنن. به ما که هیچی، به مردمشون، به خودشون هم رحم نمیکنن دیگه نشأت گرفته از ماهیتشونه دیگه. بله. کسی که ماهیتش به این شکل باشه، فاشیستی باشه، فرق نمیکنه خودی و غیر خودی نداره به نظر من. و من هم دیدم صحنه هایی رو از برنامه هایی که در انگلیس داشتن و به قول شما داشتن خودشون بین خودشون به هم دیگه میپریدن و در عوض برنامه‌ای که در بروکسل چقدر با شکوه و زیبا برگزار شد. همزمان اجلاسی که خانم مریم رجوی در بروکسل داشتن با حضور شخصیت‌های بسیار مهم سیاسی، سخنان بسیار ارزشمندی در اونجا ارائه شد، گفته شد و به هر حال نشانه وزنه‌ها و اون آلترناتیو اصلی که چه کسی چه میکنه کاملا مشخصه در این برنامه‌ها. و جالبتر از همه غیبت این جریان‌های سیاسی و مدعیانی که در سال گذشته همینطور مثل قارچ رشد میکردن در سالگرد قیام بود که به ویژه در نیویورک جلوی سازمان ملل که خب میطلبید که واقعا یه حضور پررنگ همه اقشار داشته باشن، ولی متاسفانه تنها کسی که بود سازمان مجاهدین بود که خب از یک سوی دیگه خوشبختانه اینقدر این تظاهرات و در واقع تظاهرات اعتراضی به حضور رئیسی جلاد با شکوه برگزار شد که دیگه حرفی برای گفتن نبود و نشون داد که
آلترناتیو واقعی کیه و کی در صحنه همیشه حاضره؟ من آقای حبیبی رو میبینم، دعوتشون میکنم ولی متاسفانه نمیان بالا. اگه ممکنه آقای حبیبی اگه صدای منو میشنون خارج شن یک بار دوباره بیان، چون هر کاری میکنم نمیان بالا. دوستانی که باز هم جدیداً به ما پیوستن، به همه شما سلام میکنم. خیلی خوش اومدید. ما منتظر هستیم تا آقای حبیبی بتونن وصل بشن و برنامه رو شروع میکنیم. مثل اینکه آقای حبیبی باید یه بار از لایو خارج شن دوباره بیارمشون. والله اینجا یه پیامی اومده که دارن منو فولخن میکنن، من متوجه نشدم که من نمیتونم متاسفانه، چون نمیدونم از نظر فنی شما چه کاری باید انجام بدید. من اون نوشته ایشون رو نمیبینم، تو وقتی مشغولم این نوشته ها رو دیگه نمیبینم اون موقع. درسته. کنم الان خارج شده. دوستان سپاسگزار از اینکه به برنامه ما پیوستید، همراه ما هستید. لطفاً همونطور پیش از اینم گفتم پرسش هایی که در زمینه با موضوع برنامه دارید که موضوع برنامه هست سالگرد قیام سراسری 1401 و عبور خارج کشور از شارلاتانیسم شازده و شرکا، برای ما نقطه نظرات خودتون رو بنویسید، برای ما کامنت بذارید و پرسش هایی رو که دارید حتما مطرح کنید. اگر دوست داشتید خودتون میتونید بیاد بالا و مستقیما سوال خودتون رو بپرسید و ما خوشحال میشیم که با ما همراهی کنید. مطرح کنید اگر دوست داشتید خودتون میتونید بیاید و مستقیما سوال کنید. بله. سلام. سلام عرض کردیم. خسته نباشید. یه ذره تصویرتون آقای حبیبی یه ذره باید به طرف راست به شما الان بهتر، یه ذره بیشتر اگه بشه خوبه. بله خیلی خوب. یعنی دارم کوچیکی بکنم. اوکی. خوبه. بله. سلام آقای حبیبی. سلام خدمت شما. من نمیدونم چه مشکلی بود، من از موقع تا اینجا منتظر بودم بس نمی شدیم، متاسفانه نتونستیم توی کلاب هاست که در اینکه این تلفن که باش لایو اینستاگرام میذاریم نمیرفت روی اینستاگرام. الان مجبوریم که با اون یکی تلفن کار کنیم که خب متاسفانه نتونستیم کلاب هاست رو باز کنیم. خیلی حیف شد که نتونستیم کلاب هاست رو باز کنیم. جای تاسف، ولی خوشحالیم که به هر حال وصل شدید و ما شما رو الان در برنامه داریم. دوستان زیادی هم به ما پیوستن، همراه هستن و منتظر شنیدن شما. اگه اجازه بدید من یه مقدمه کوتاهی بگم تا برنامه رو به شما بگم. با سلام و درودی گرم از طرف خودم و همچنین از طرف همه دستاندرکاران برنامه چالش به همه شما بینندگان خوب و همراهان همیشگی این برنامه. خوشحالم که امروز هم همراه با میهمان برنامه آقای حسن حبیبی همراه شما هستم. امروز دوشنبه 3 مهر ماه 1402 برابر با 25 سپتامبر 2023. موضوع برنامه همونطور که پیش از این هم اشاره کردم سالگرد قیام سراسری 1401 و عبور خارج کشور از شارلاتانیسم شازده و شرکا هست. همونطور که میدونید 25 شهریور همراه بود با نخستین سالگرد قیامی که با مرگ حکومتی مهسا ژینا امینی ابتدا در تهران کلید خورد و خیلی زود در همه شهرهای ایران فراگیر شد و تبدیل به ضدیت با تمامیت رژیم آخوندی شد. قیامی که منجر به قتل صدها هموطن، آسیب‌های چشمی و بدنی بسیار جدی برای عزیزان آزادیخواه و قیام کننده و همینطور بازداشت تعداد زیادی از شورشگران و قیام آفرینان بود. در کنار
همه صحنه‌های غرور آفرینی که جوانان شورشی قیام در شهرهای میهن خلق می‌کردند، این قیام در خارج از کشور دارای زوایای دیگری هم بود که در مورد اونها آقای حبیبی طی برنامه‌های پیشین به تفصیل صحبت داشتند. و اما امروز در نخستین سالگرد قیام از آقای حسن حبیبی دعوت کردیم تا درباره آنچه که در خارج از کشور در سالگرد قیام رخ داد برای ما صحبت کنند. به ویژه مایلم از آقای حبیبی به طور ویژه بپرسم که در جریان سالگرد قیام، در حالی که ما هر روز هم بعد از این سالگرد یکی از جانباختگان قیام رو پیش رو داریم، رضا پهلوی و دیگر جریانات انحرافی در خارج از کشور که سال گذشته در بحبوحه قیام به یک باره مثل قارچ رشد کردند و مدعی شدند، در این روزها کجا بودند، چه کردند و چه کارنامه‌ای داشتند؟ آقای حبیبی، با سپاسی دوباره از شما، لطفاً برای ما و بیننده های ما بفرمایید که در سالگرد قیام در خارج از کشور چه گذشت؟ ببخشید، من میخوام برنامه رو طوری شروع کنم که توی یوتیوب هم در واقع منتشر بشه و به من اطلاع میدن که توی یوتیوب صدا نیست. الان خیلی به هم ریختیم برنامه. بعد خب با همین چیزی که داریم شروع میکنم. سلام میکنم خدمت شما و همه دوستان عزیز، کسانی که حوصله کردن و منتظر موندن که این برنامه رو من شروع کنم. ازتون تشکر میکنم. من میخواستم قبل از که به سوال شما جواب بدم به دو تا مسئله که مسئله مهمی هستن به صورت تیتروار اشاره کنم. مسائلی هستند که در واقع فکر میکنم اهمیتی زیادی دارن. مسئله اول اینه که ما به صفت مخالفین این رژیم، به صفت هواداران یک مقاومت متشکل و سازمان یافته و مسئول، چه رویکردی باید داشته باشیم در قبال سیاست‌های خارجی، سیاست‌های بین‌المللی، اتفاقاتی که در صحنه سیاسی میفته رو چجوری ما بایستی چه کار باید بکنیم؟ گوش ندیم، زیر سیبیلی در کنیم، عکس العمل. یعنی ما انتظارمون از مقاومت ایران، از سازمان مجاهدین، از شورای ملی مقاومت در رابطه با تحولات سیاسی به معنای سیاست بین‌المللی چی باید باشه؟ به طور خلاصه و ساده میگم، فرض کنیم که ما شاهد این بودیم که مثلا عربستان سعودی، مقام اول عربستان سعودی اومد گفتش که اگر که ایران بمب اتمی بیاره، ایران یعنی رژیم آخوندی، ما هم بمب اتمی خواهیم داشت. خب این یه واقعه است. یا خیلی مسائل دیگه، مثلا میشنویم که چین اومده جزایر ایران رو خریده یا روسیه یه جزیره دیگر رو خریده. انتظار ما از مقاومت چی باید باشه؟ که مقاومت بیاد هر روز بشینه بگه که آهای چین، آهای پدر سوخته، تو چرا جزایر رو خریدی؟ من پدرت در میارم. آهای روسیه، تو غلط کردی اومدی جزایر ما رو خریدی، من پدرت در میارم. آهای عربستان سعودی، تو غلط کردی گفتی بم، ما ایرانی، ما قوی هستیم، ما الهیم، تو نفت ما رو بردی، تو جای ما هرچی نفت نفروختیم تو فروختی، اصلا بازار نفت تو خراب کردی. خب من فقط میخواستم بگم که آیا به طور واقعی یک مقاومتی که جدی هست در امر مقاومت، آیا یک حق داره که وارد این مسائل بشه؟ یک حق داره، و دو اینکه اگر که حق داره و وظیفش هست که وارد این مسائل بشه، در واقع این حق رو باید به چه صورت اعمال کنه؟ ابزارش برای گرفتن حق خودش یا برای اعلام کردن نظر خودش در صحنه سیاست بین‌المللی چیه؟ این خیلی مسئله مهمیه. ببینید دوستان، سیاست بین‌المللی یعنی اتفاقاتی که در صحنه سیاست بین‌المللی میفته، زدوبندهای بین کشورها، جابجایی خاکها، جابجایی مرزها. امروز نمیدونم آذربایجان میخواد بره توی ارمنستان، میخواد بره توی یه بخشی از آذربایجان ارمنی‌ها رو بیرون کنه.
مقاومتی که امروز نماینده مردم ایران هست چطور میتونه وارد مناقشات دیگر بشه، با چه اجازه و با چه حقی میتونه وارد این مناقشات بشه، در حالی که ابزار تاثیرگذاری روش رو نداره. یک مقاومتی که تنها و اصلی ترین وظیفش اینه که دیکتاتوری رو در ایران ساقط بکنه، چطور میتونه و چرا باید در مقابل مثلا اینکه عربستان گفته ما میخوایم بمب بسازیم بیاد بگه نه خیر عربستان غلط کرد؟ با چه ابزاری این کارو بکنه؟ آخه یک مقاومت جدی وقتی یه حرفی میزنه باید یه مابعضایی داشته باشه. این حرف بایستی در قد و قوارش باشه. امروز موضع گیری کردن در رابطه با مسائل بین المللی، در رابطه با تحولات بین المللی، کجا در قد و قواره یک مقاومته؟ کجا اصلا قبلا بوده که امروز باشه؟ چه ابزاری داره برای اینکه اعمال، یعنی خط خودش رو پیش ببره، حرف خودش رو پیش ببره؟ یه موقع هست یه موضوعی مستقیما به مقاومت مربوط میشه. مثال میزنم، یک موضوعی که سیاسی مربوط به سیاست بین المللی، تحولات سیاسی بین المللی، ولی به مقاومت مربوط میشه. مثلا دولت عراق میاد در مقابل آخوندها کوتاه میاد، زانو میزنه، میره احزاب کرد ایرانی رو در منطقه اقلیم کردستان خلع سلاح میکنه. با یه مسئله سیاسی بین المللی، یه دولت خارجی هم توش دخیله. ما میبینیم رهبر مقاومت میاد میگه که این کار محکوم میکنه. اولا محکوم میکنه، میگه کسی حق نداره به احزاب کردی به این صورت مداخله کنه تو کارشون، خلع سلاحشون کنه. بعد ایراد بگیره به دولت عراق که چرا این کارو میکنی، چرا در مقابل این رژیم کوتاه میای. یعنی اینکه یه حرفی میزنه که قد و قوارش بیش از رو در روی مستقیم با رژیمه، ولی جوهر و مرکزش مقابله با رژیمه. چرا این حرفو میزنه؟ چون رژیمه که در منشأ این کاره، رژیمه که رفته عراق رو وادار کرده که بیاد هموطنان و یا احزاب کردی، نیروهای سیاسی کرد رو خلع سلاح بکنه. چون رژیم پشتشه، مقاومت باید موضع‌گیری بکنه، حتی اگر پر موضع‌گیریش به دولت عراق هم بگیره. این یه محوره، یه شاخصه برای فهم این که مقاومت ایران در رابطه با چه مسائلی مسئول باید موضع‌گیری بکنه و در رابطه چه مسائلی نباید موضع‌گیری کنه. اگر که فرض کنید که مثلا ما بعد این یک طرف قضیه است، یه طرف دیگه قضیه هم اینه که بالاخره ما در جهان سیاسی پیچیده‌ای هستیم، جهانی که تحولات بسیار، فهم این پیچیدگی‌ها در توان هر کسی نیست. من نمیگم مقاومت نمیفهمه این پیچیدگی‌ها رو، حتما که میفهمه. در 40 سال گذشته برای همین تونسته از توی فراز و نشیب‌ها و از توی بالا پایینی‌های این پیچیدگی‌های سیاسی مقاومت ایران رو حفظ کنه، ساختار و تشکیلات مقاومت حفظ کنه. اگه نه که غربه رفته بود له میشد مثل همه، به خصوص با این حرکت‌های، با این تهاجمات یا ضرباتی که بهش شد. وقتی که مثلا فرانسه اونطوری وارد این دستگاه میشه که بخواد مقاومت ایران در سال 2003 نابود کنه، سرشو بزنه، یا کارهای دیگه که تو این سال شد. پس این پیچیدگی‌ها رو میفهمه، ولی کی گفته که باید هر کسی بیاد فهمش رو علنی و مثلا چیز کنه؟ کجا این اصلا کجا به نفع مقاومته که تو این نقطه بیاد هر چیزی رو که از سیاست بین‌المللی میاد ببینه بیاد بگه؟ یه موقع است من یه فعال سیاسی هم، همه ما خب خبر میخونیم، ماشاءالله خبرم که خیلی زیاده، هممونم احساس میکنیم که تحلیل میکنیم، سیاست جهانی رو میفهمیم، حق داریم راجبش نظر بدیم، اصلا تصمیم میگیریم آی فلان کشور غلط کرد، آی فلان بیشتر کشور بیخود کرد، آی ما باید فلان میکنیم. خب باشه، ما یه فردیم، موضع‌گیریامون، حرف زدنامون از 4 تا دور و بر خودمون اونطرفتر نمیره، مسئولیتی هم نداریم، برای دل خودمونم داریم تحلیل میکنیم، فکر میکنیم که سیاست جهانی رو میفهمیم، ممکنه است بفهمیم یا بخش‌هایش رو بفهمیم، ولی خب فهم آنچه که در جهان میگذره که با خوندن اخبار روزنامه و فضای مجازی ممکن نیستش. که بخش عمده پیچیدگی‌های سیاسی هرگز وارد مدیا و فضای رسانه‌ها نمیشه. در پشت پرده دربارها و کاخها و نمیدونم
کلوبای خصوصی سیاسی هیچ وقت بیرون نمیاد اینا خیلیاش. یعنی که اصلا در توان و در اشل یک فرد نیست که پیچیدگی‌های سیاسی جهان رو درست بفهمه و درست موضع‌گیری کنه. ولی خب حالا فرض کنیم ما دوست داریم به عنوان یک هابی این پیچیدگی‌ها رو بفهمیم، آدم باهوشی هم هستیم، باشه. موضع‌گیری ما فقط خودمون رو درگیر میکنه، ولی موضع‌گیری یک مقاومتی که تا گردنش در خون هست و تیغ روی گردنش هست که همینطوری نیستش که یه حرفی که نباید گفته بشه وقتی گفته بشه خب همه موجودیتش رو به خطر میندازه. بالاخره داره روی لب تیغ راه میره در 42 سال گذشته. فرض کنیم که من دانش خیلی زیادی راجع به پدیده‌ای به اسم گلوبالیسم و سرمایه‌داری جهانی دارم، باشه خیلی خوبه. حالا ما بیایم بگیم که خب پس چرا تو مقاومت ایران اصلا از این حرفا زده نمیشه، یا خب چرا باید زده بشه؟ اصلا چرا باید همه بدونن که این مقاومت در چه سطحی سیاست رو میفهمه، پیچیدگی‌هاش رو میفهمه؟ دلیلی نداره کسی دست خودش رو رو کنه. در حال جنگی یک شاخص داری، دشمن اصلی رژیمه. اگر این شاخص رو فراموش بکنی همش میری دشمنای دیگر رو میگردی. من امروز بیام به عنوان مقاومت، مسئول این مقاومت، راجع به عربستان، راجع به چین، راجع به روسیه، راجع به ارمنستان، راجع به این هی موضع بگیرم، خب یعنی که مسئول نیستم، جدی نیستم. مسئله من، کار من، وظیفه من موضع‌گیری علیه رژیمه. حواسم باشه ببینم این رژیم چی کار میکنه. میخوام با امپریالیست بجنگم، باشه. من جنگی رو با امپریالیست قبول دارم که از کانال رژیم بگذره. جدی ترین جنگ با امپریالیسم جهانی از کانال جنگ با آخوندها و خامنه‌ای و پاسدارا میگذره. هیچ جنگ دیگه غیر از این جدی نیست. حرف بی محتوا، بی تأثیر، هابیه یه سری آدمی که با سیاست بازی میکنن. نبرد با امپریالیسم در خیابانهای تهران علیه بسیج و پاسدارها و آدمکشان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انجام میشه. برای من ایرانی نبرد با نمیدونم هر کشوری که اومده کشور منو نفتشو ببره، بازارشو بخوره، جزیره هاشو بدزده، نبرد با اونا قبل از هر چیز در نبرد با این رژیمه. اون اومده یکی دیروز میگه که ما خبرنگاره میگه تحریم کردن، تحریم، ما بریم یقه آمریکا رو بچسبیم چون تحریم کرده. تحریم علت اصلیش رژیمه. اگه میخوای با تحریم بجنگی اول با رژیم بجنگ. علت اصلی تحریم رژیمه. ما چرا رفتیم برای پایان یافتن جنگ ایران و عراق؟ چون منفعت مردم ایران در خلاص کردن مردم از جنگ با عراق بود. چرا رفتیم در عراق با رژیم جنگیدیم؟ مخالفت با جنگ ایران و عراق از جنگیدن با خمینی عبور میکرد، نه از جنگیدن با صدام حسین یا با کویت یا با آمریکا یا هر کس دیگه. اگه کسی به طور جدی میخواست جنگ ایران و عراق تموم شه باید میرفت شاخ خمینی رو میشکست، تنور جنگ خمینی رو خاموش میکرد. هیچ جنگی و هیچ نبردی به جز نبرد با خمینی برای من ایرانی اصالت نداره. میخوام محیط زیست حفظ کنم، باشه باید با خمینی بجنگم چون دشمن اصلی محیط زیست خمینیه. میخوام با امپریالیسم بجنگم، خیلی خوبه، قشنگه. اول باید ریشه خمینی در ایران بکنم تا بتونم یک حکومت سالم دموکراتیک در ایران مردمی سر کار بیارم که بعد بتونم با اون حکومت در مقابل دشمن خارجی هم بایستم. میخوام نمیدونم همه یه چیزای دیگه که میتونه موضوعات نبرد هر انسانی باشه. اساسا من معتقدم که نبرد با رژیم هیتش از ایرانی ها بسیار فراتر رفته. یعنی مسئولیت اول هر انسانی که میخواد برای خراب شدن محیط زیست، برای نابودی بی‌عدالتی، برای جلوگیری از همه خطراتی که جهان آینده رو تهدید میکنه بجنگه، باید با رژیم خمینی بجنگه. بسیاری از یاران این مقاومت، سیاستمداران درجه یک برجسته که سیاست پیرشون کرده، از این موضع هست که در کنار این مقاومتن. از موضع جنگشون برای آزادی، جنگشون برای مخالفت با بی‌عدالتی، جنگشون برای محیط زیست، جنگشون برای جهان بهتر، از موضع خودشون در کنار این مقاومتن. میگن خانم رجبی ما به شما و مبارزه شما
نیاز داریم برای اینکه بتونیم بر علیه بی‌عدالتی، علیه ظلم، علیه خراب شدن محیط زیست، علیه به هدر رفتن سرمایه‌های جهانی، علیه قدرت گرفتن سرمایه‌های نابود کننده بجنگیم. خطراتی که جهان رو تهدید میکنه. یعنی جبهه مبارزه مردم ایران بر علیه ارتجاع و خمینی و خامنه‌ای امروز یک جبهه‌ایه که همه جهانیان توش ذی‌نفعن. بله. سرنوشت، مسیر تکامل تاریخی ما مردم ایران و مقاومت مردم ایران رو در نقطه‌ای قرار داده که جنگ ما جنگ برای آینده بشریت، نه فقط جنگ برای ایران یا مقابله با 4 تا آخوند توی ایران. جنگ برای اینکه راه بشریت قفل نشه بیش از این که الان شده. 40 سال این رژیم به عنوان مانع اصلی در کل جهان به عنوان مانع داره عمل میکنه برای رشد خرق‌های منطقه. خیلی چیزای دیگه‌ای که اگه توش بریم میفهمید. آنچه که بر سر مردم عراق میاد، بر سر مردم سوریه میاد، بر سر مردم یمن میاد، بر سر مردم لبنان میاد، بر سر آفریقا میاد، بر سر خیلی از کشورهای دیگه میاد، علت اصلیش وجود خمینی و خامنه‌ای در ایرانه و لا غیر. بله. این یک صف‌بندیه که خارج از قدرت من و شماست. تکامل امروز صف‌بندیش از اینجا میگذره. صف‌بندی اصلی در مقابل همه این چیزا اول از همه جنگ با خمینی. وقتی ما این جنگ رو فراموش میکنیم، یادمون میره که دشمن اصلی ارتجاع و خمینی در ایرانه، میریم میگیم آهان تقصیر عربستانه، عربستان رو به در سوخته، نفت زیاد فروخته، ما نفت کف فروختیم، حالا میخواد بمب درست کنه، تقصیر عرب، بریم با عربستان بجنگیم. نه، تقصیر چیز آمریکاست، آمریکا دارو نفروخته با ما، بریم یقه آمریکا بگیم چرا به ما دارو ندادی. نه، تقصیر فلان روسیه است، روسیه فلان کرده، جنگلای ما رو اله کرده، نه بندر. همه اینا انحراف از جنگ با رژیم که جنگ اصلی ماست. جنگ این رو اگر فراموش کنیم یقه همه رو میچسبیم، آخرش هم میریم تو اردوی خمینی، تو اردوی رژیم. این یه بحث. بله. شما میفرمایید که به درستی هم اشاره داشتید این که باید ریشه‌ای نگاه کرد و ریشه همه اینها در جنگ با رژیم خمینی هست و امروز در این 40 سال بله. البته من یک پرانتزی باز بکنم اونجایی که اشاره کردید که خب ما در صفت یک شخص با خوندن چند تا مقاله و نمیدونم دنبال کردن اخبار اینها نمیتونیم یک تحلیل کاملا جامع و درستی بدیم. میتونیم یه شناخت جزئی داشته باشیم ولی نمیتونیم کامل بفهمیم که در دنیای سیاست در پشت صحنه چه میگذره. اما و اینکه بخوایم بگیم که به فرض بریم این کشور اون کشور رو مقصر بدونیم که چرا دارن کشور ما رو به غارت میبرن، که خب به درستی اشاره داشتید ریشه‌ای باید با خود رژیم آخوندی اشاره کرد تا همه مشکلات هم حل بشه. ولی آیا واقعا همه کسانی که میان این داستان رو پروموت میکنن که بریم یقه آمریکا رو بگیریم، عربستان رو بگیریم، آیا واقعا ناآگاهانه است یا واقعا یک جریانیه که میخوان یه عده رو سرگرم بکنن و داستان رو به انحراف ببرن و اینطوری انرژی ها رو هرس ببرن، چون میدونن عملا راه به جایی نمیبره تا مگر اینکه ما واقعا با دشمن اصلی بریم رو در رو بشیم. ریشه این انحرافات و انحراف انداختنا خود رژیمه، اطلاعات سپاه. ولی خیلی از هموطنان ما میهن پرستن، منافع ملی ایران براشون مهمه و در این دام میافتن و این تقصیر کسی نیست. پیچیده است مسائل سیاسی ایران. خیلی از هموطنان ما در دام رژیم میافتن برای اینکه به محیط زیست علاقه دارن، حاضرن بلند شن برن جنگلا رو خاموش کنن، در این راه کشته بشن، ولی حاضر نیستن با پاسداری که جنگل آتش میزنه بجنگن. و این مسئله جنگ با رژیم و پیچیدگی‌های جنگ با رژیم در همینه. حاضرن خودشون بالای پل بندازن پایین بکشن، ولی حاضر نیستن برن تو خیابون پاسدار رو بزنن، حذفش کنن، خنثیش کنن و اونجوری کشته بشن. این مسئله پیچیدگی با این جنگ با این رژیم. اجازه بدید یه نکته دیگر هم من مطرح کنم که باز به صورت چیز در واقع محوری ازش میگذرم. ما پدیده‌ای داریم به اسم قطب‌بندی. در همه جوامع، در همه مراحل قطب‌بندی داریم. قطب‌بندی سیاسی به طور مشخص جاییه که نون آب سیاست توش تعیین تکلیف میشه. قطب‌بندی سیاسی یعنی که چه کسی در مقابل چه کسی
ایستاده در هر لحظه از تاریخ ما. مثلا زمانی که کودتای 28 مرداد شد و دولت دکتر مصدق دولت ملی دکتر مصدق سرنگون شد، رژیم شاه و انگلیس و آمریکا به صفت کودتاگر اجنبی نامشروع جنایتکار در برابر حکومت ملی مردمی دکتر مصدق ایستاد. پس دو قطب داریم، دو قطب مشخص در اون مقطع. در بهمن 57 در مقابلی که حکومت شاه داره سرنگون میشه، یک طرف حکومت دیکتاتوری وابسته شاه هست و یک طرف مردم که به خیابونا اومدن. این دو قطبه، مردمی که سرنگونی این حکومت رو میخوان. بعد میبینیم که دولت‌های خارجی بیگانه مداخله میکنن، یک جادوگر شیاد شیطان پرست و شیطانی رو از توی عراق هم میارن پاریس، بعد میارن ایران هم. مردم ایران هم به اون درجه از آگاهی نرسیدند، فریب میخورن، فریب خارجی ها رو میخورن و این قطب‌بندی خراب میشه. یعنی دیگه آنچه که میاد در مقابل شاه وامیسه مردم نیستند، رژیم شاه رو کنار میزنند، اجنبی ها و یه آدم دیگه ای رو میارن که مردم نیان قدرت رو بگیرن. پس قطب‌بندی ها مشخصه. تو نقطه‌ای که ما هستیم قطب‌بندی کاملا مشخصه. یک طرف رژیم خمینی با 40 سال دلیل برای اینکه باید جلوش ایستاد، با تمام وجود نابودش کرد. در برابرش بایستی همه مردم ایران و حتی همه مردم جهان بایستن و نابودش کنن، نه اینکه عوضش کنن، نه اینکه درستش کنن یا ترمیمش کنن، نه اینکه کنار بگذارنش که گذار بکنه، نه، نابودش کنن، ریشش رو بسوزونن، تاریخاً از هم بدرن، بند از بندش جدا کنن سیستمش رو. قده سرطانیه. بله، چون یک قده سرطانیه، نمیشه کنارش گذاشت، نمیشه درمانش کرد، نمیشه ترمیم. باید تمام این سلولای سرطانی رو یک به یک گشت و نابود کرد با شیمی درمانی سیاسی. حالا این دو قطب در مقابلش مردمی که با تمامیت در مقابل این رژیم ستمگر ایستادن. تو نقطه که ما هستیم شعار مردم در شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، قطب‌بندی اصلی جامعه رو نشون میده. چرا؟ چون رژیم شاه به عنوان یک رژیم ستمگر در سال 57 تمامیتش به دست مردم ایران نابود نشد. یه بقایایی ازش موندن، اومدن تو خارج کشور به صورت به اصطلاح چی میگن خفته، سلول خفته موندن تا اینکه دوباره سر برآوردن. تو نقطه تعیین تکلیف رژیم خمینی سر برآوردن و قیام 1061 رو دچار توقف و سکته و ترمز و به عنوان ترمز قیام عمل کردن. چرا؟ چون سلطنت و نظام سلطنتی رو مردم ایران از 120 سال پیش می‌خواستن ریشه‌شو بکنن، نتونستن. در مشروطه نتونستن، در بعد نتونستن، در 57 نتونستن. چرا؟ چون اجنبی اومد. درسته که چریک‌های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق و نیروهای مبارز و انقلابی شروع کننده جنگ علیه رژیم سلطنتی بودن، ولی نتونستن کارشون رو خوب انجام بدن. آمریکا و فرانسه و دیگران نذاشتن، اومدن خمینی رو گذاشتن این وسط. زود این نظام رو، درست نظام سقوط کرد، ولی شاهی و ستمگری شاهی تمامیتش ناپدید نشد. چرا؟ چون نیروهای انقلابی نتونستن بر سر کار بیان، یک دولت دموکراتیک بیارن. صحنه ازشون گرفته شد. وظیفه از بین بردن و ریشه کندن نظام منحوس سلطنت، تمامیت براندازی کرده تمامش تو این مقطعی که هستن به صورت مانع عمل میکنن، چون آینده ای ندارن. در ایران نمیتونه این تصور که کسی فکر کنه نظام سلطنتی میتونه برگرده و ابقا بشه، تصور غیر واقعیه، به لحاظ سیاسی غیر واقعیه، به لحاظ اجتماعی غیر واقعیه، به لحاظ سیاست جهانی غیر واقعیه. نه در ایران، در هیچ کدوم از کشورهای خاورمیانه دیگه نمیشه یک رژیم دست نشان گذاشت. من اینو قبلا گفتم، در افغانستان آمریکایی‌ها امتحان کردن، پس همچین تصوری واقعی نیست. ولی این بازماندگان نظام پیشین، نظام ستمگر پیشین، به عنوان قیام به کمک نظام ستمگر فعلی اومدن. پس این وظیفه نیروهای انقلابی و آزادی خواه هستش که این پسمانده ها، بازمانده ها رو کنار بزنن از صحنه. این یه جنگ سیاسیه، باید افشاشون کنن. این جنگ
واقعیه. اینطوری نیست که ما بگیم شاه تموم شد دیگه چی کار داریم، فقط رژیم هست. نه، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، راهنما و تابلوی راهنمای مبارزه ماست. تبلور شعار، تبلور استراتژی سرنگونی از طریق مبارزه مسلحانه از اینجا میگذره، نه شاه و نه شیخ. یک شعار استراتژیکه. اگر تابلوی راهنما توی جاده نباشه شما نمیتونید برید به سمت تهران یا به سمت هر شهر دیگه. این تابلوه مرگ بر ستمگر. قطب‌بندی واقعی اینه. حالا رژیم میاد یه سری قطب‌بندی‌های دروغین درست میکنه. مثلا میگه که مسیح علی نژاد و عرضم به شما که اون یکی اسماعیلیون و این و اون یه قطبن، پسر شاه هم یه قطبه. این واقعی نیست. همچه قطب‌بندی واقعی نیست. اینا رو رژیم میسازه. قطب‌بندی‌های دروغین رو، فریبش رو نباید خورد. همه کسانی که تا دیروز در کنار پسر شاه بودن تو اون جاده‌اند، تو اون قطبن. قطب مقابل پسر شاه نیستن. امروز تو فضای مجازی این به عنوان راهنمای عمل خیلی مهمه. شما میبینید که تمام کسانی که عمله و اکره پسر شاه بودن امروز توشون یه دو دستگی افتاده، هی به هم فحش میدن، انگار که یه قطب دیگه هم هست. این قطب‌بندی ها دروغینه. این که وکالتمو پس میدم و اینا قطب‌بندی های دروغینه. این که من هم علیه شاهی هم علیه شاه هم علیه مجاهدینم، اینا همه از توی اطلاعات سپاه میاد بیرون. قطب‌بندی فقط یکی هست، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. اگر کسی میخواد از اون دستگاه قبلی فاصله بگیره، از پسر شاه، از مسیح علی نژاد، از اسماعیلیون، از اصلاح طلبا، از همه کسایی که یه زمانی یا با شاه بودن یا با شیخ بودن، خیلی راحته. یک شعار ساده داره، باید بیایی بالای صفحش بنویسه مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. شما اگر امروز پستی رو دیدید منتشر شد که این هشتاگ رو نداشت یا این شعار رو نداشت، به سلامت اون پست باید شک کنید، به سلامت سیاسیش. یه موقع یکی پست اجتماعی میذاره، یک گریه و ناله میکنه راجع به من. پست سیاسی شاخص و راهنماش مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. برای همین توییتر که امروز اسمش ایکسه، این شعار رو نمیتابه، حذف میکنه. یا مثلا بقیه یه مدتی جلوش گرفته بودن. این به عنوان این که میگم اسیر قطب‌بندی های دروغی نشیم. بقیه قطب‌بندی ها اصالت ندارند، رژیم ساخته هستند، خیرش به جیب رژیم میره. هر قطب‌بندی دیگه این در برابر اون در برابر این به اون بد میگه. اینا قطب‌بندی های برای فریب مردم، برای اینکه قطب‌بندی اصلی رو نفهمند. ببخشید که من 2 تا بحث فرعی کردم که خیلی طولانی شد. کاملا لازم و ضروری بود دونستن صحبت‌هایی که کردید و من تصور خودم در مورد انقلاب اینه که اگه بخوایم بگیم مردم ایران انقلاب کردن با این هدف که به آزادی و استقلال و دموکراسی برسن، این که ما فکر بکنیم در سال 57 انقلاب به اتمام رسید، این به نظر من یک اشتباهه. به نظر من باید انقلاب رو یک کتاب 2 جلده بدونیم که نه شاه و نه شیخ بوده. ما قسمت نه شاه رو مردم ایران در سال 57 پروندهش رو بستن، اما وارد فصل 2 کتاب شدیم. الان در جلد 2 باید این شیخکان پلید و دزد و غارتگر و جنایتکار رو هم تکلیفشون رو روشن بکنیم تا کتاب انقلاب کامل بشه و مردم ما به اون خواسته خودشون که یک حاکمیت ملی هست برسن. متشکرم از توضیحات شما. البته اینجا دوستی هم یه سوالی پرسیدن با توجه به اشاره‌ای که داشتید. من نمیدونم الان این سوال رو مطرح بکنم یا بعد از اینکه، ولی چون در اجازه بدید که من به سرعت موضوع برنامه رو توضیح بدم، یعنی اون که تیتر برنامه هستش، و بعدش به سوالات بپردازم. باشه. بفرمایید. صحبت سر کارنامه است. 1 سال گذشته، قیام مهسا به صورت بهت‌انگیز و غیر قابل انتظاری پا گرفت. توده های عظیم در خارج کشور به خیابون‌ها اومدن به صورتی قبلا نبود. 100,000، 20,000 و 50,000 و خیلی چشم‌ها رو با خودشون بردن. خیلی ها رو به این باور غلط رسوندن که با همین به خیابون اومدن‌های خارج کشوری رژیم ساقط میشه.
و خیلیا اومدن حتی یقه مقاومت سازماندهی شده متشکلی که 40 سال هستش به صورت مستمر به خیابونا میاد گرفتن. گفتن اصلا شما برید دیگه تو خونتون، دیگه نه شما چی هستی، غلط کردید که اومدید دور از جون. تعرض کردن، تعدی کردن به این مقاومت، به مجاهدین معتقد به اسلام اومدن روسری کشیدن. اینا رو شاهدش بودیم. خب خیلی صحنه‌های سنگینی بود برای کسایی که مقاومت رو میفهمن و انقلاب رو میفهمن و میدونن که انقلاب قانونمنده. انقلاب با یک شب و 2 شب درست نمیشه. انقلاب تشکیلات میخواد. انقلاب انقلابی میخواد، یعنی کسی که از منیتاش بگذره، کسی که حاضر به فدا کردن همه چیز خودش که باشه، هیچی از منیت خودش بتونه قبل از همه و بیش از همه بگذره که از همه چیز سخته. یعنی گذشتن از جان، گذشتن از زن و فرزند یا همسر و فرزند یا شوهر و فرزند، گذشتن از تحصیلات، درس، خوشی و همه خوشی‌های زندگی یه و طرف، گذشتن از منیت 1000 طرف. انقلاب این ابزار رو میخواد. خب اونایی که اینا رو داشتن میدونستن که این کف روی آبه و این کف روی آب رو اون روز میشد بگی. خب کسی گوش نمیکرد. همه گفتن نخیر شما کاری نیستی، کف روی آب شما بودید که رفتین. نیا کو 100,000 نفر اومدن تو بلند، شما دیگه چه هستی؟ بعد خب یه مقطعی باید میگذشت، یک شاخصی باید میمد تا بفهمیم که کی موج میاد. موج کجاست؟ چون این کف روی آب موج پوشون. خیلی هم فریب خوردن. خیلی از کسی که من میشناختم یه مدتی هم با من سر چیز داشتن دیگه چیز بود، رفتن اون طرف. گفتم خب باشه. تا اینکه قیام مهسا به سالگردش رسید. خب از قبلش چقدر صحبت کردن؟ آی این کارو میکنیم، آی سازماندهی میکنیم، آی فلان کرده شاهزاده اینو گفت، آی فلان کسک اونو گفت، نمیدونم چه نوع چنان میکنیم. یه سری مثلا دستبند سفید میبندیم که یعنی کسی که تو خیابونای ایران هستن همه دستبند سفید ببندن، یعنی که اینقدر قویان، اینقدر زیادن که دستبند سفید ببندن همدیگر پیدا کنن. یعنی این دروغ ها، این فریب ها، همین که من و تو. خب صحنه واقعیتش این بود که همون 10 تا آدمی هم که دستبند سفید بستن، برای این بستن که پاسدارا بسیجی‌ها پیداشون کنن راحت‌تر. چون کسی که توی زیر ضرب تفنگ و پاسدار که تو خیابون میلیونی نمیاد که. اینا با این فریب که میلیونی میشید دستبند ببندید، خب این فریب رو گفتن که آدما رو گیر بندازن. کارشون اینه. کما اینکه فیلمای پوشش داده نشده رو منتشر میکردن که کسایی که فیلم اصلا شناسایی بشن توسط آدمایی که فیلم‌ها رو میبینن. توضیح دادم دفعه قبل. یکی میگفت خب مستقیم بدن برای پاسدارا، مستقیم فقط 20 تا پاسدار میبینن. وقتی فیلم طرفو منتشر میکنن 100,000 نفر توی شهر میبینن، بالاخره یکی شناساییش میکنه. خب این تلویزیونا کارشون، بله اینا کاری کنار سپاه بودن. اینها اومدن صحنه رو به دست گرفتن، پسر شاه آوردن تو تلویزیون. اون بساط نمیدونم با اون یه پاسداری هست به اسم امید تو تلویزیون منوتوی پاسدار بوده، هنوزم پاسداره. این بازی‌ها رو در آوردن. حاصلش چی شد؟ هیچ. همین خیابونی هم که مردم میمدن اینا نیومدن بیرون. همین پسر شاه هیچ کجا نیومد بیرون. همون آدمایی که تو نیویورک میمدن هر سال نیومدن امسال. کسایی که مثلا 20 سال هر سال بلند میشن یه 100 تا 150 تا 200 آدمو سوار اتوبوس هواپیما میارن نیومدن. پس این بود کف روی آب. حاصل و بیلان اینه که اونایی که باید بفهمن سرنگون کردن این رژیم کار اومدن تو خیابون و رقصیدن و موچیدن و شعار دادن و بالا پایین پریدن نیست. با تظاهرات های نمیدونم که آدم نمیدونه این کارناوال رقصه، با فمینیسم قاطی کردن، اینا اینجوری رژیم سرنگون نمیشه. ولی این گفتنش فایده نداشت، کسی نمیفهمید. امروز میشه فهمید. حالا نشستن هی میگن چرا مردم استقبال نکردن، چرا نیومدن داخل کشور که معلوم بود. خب ما نمیگفتیم چون نباید گفتین اون موقع، درست نبود. ولی معلومه که شما یک روزی رو که سالگرد یک خبری هست، معلومه که تو اون رژیم هیچ کاری نمیشه کرد، تو اون روز هیچ کاری نمیشه کرد. این اصلا از حالا به بعدم قانونمنده. ما اصلا نمیتونیم انتظار داشته باشیم که
یک روز مشخص از پیش تعیین شده باشه که تو اون روز اتفاقی در ایران بیفته، چون قبل از همه نیروهای سرکوب آماده میشن برای کشتن آدما. پس اگر اتفاقی در ایران بیفته به صورت پیش بینی نشده، به صورت خلع الصاعد، مثل مهسا و مثل دیگر اتفاقاتی که از این قبیل بود، اینطوری اتفاق میفته. این قانونمندی قیام ها هست در ایران، قیام های جدی. معلوم بود چه اتفاقی نمیفته. معلومه که یه سری هم که اومدن میدونستن که رژیم هم آماده است. خب اتفاقی هم به اون صورتی که مردم انتظار داشتن نیفتاد، ولی اتفاقات دیگری افتاد که بسیار بسیار مهم بود و جنسش دیگه این جنگولک بازی ها نیست. ما شاهد این بودیم که 16 تن از نیروهای سرکوبگر خنثی شدن در مدت کوتاهی و شاهد خنثی شدن سیستماتیک نیروهای سرکوب و سرپنجه‌های سرکوب هستیم در سرتاسر کشور. اینا پدیده‌های جدیدیه. اینا دیگه ربطی به اون کف‌های روی آب نداره. اینا مال موجه. چرا؟ چون میزنه صخره رو میشکنه، چون قدرت شکستن داره. و آنچه که من میخوام در یک جمله بگم اینه که کف روی آب کنار رفت و موج انقلاب و قیام برآمد. کجا؟ در این که ما دیدیم تنها تظاهرات های جدی، پرجمعیت، متشکل و سازماندهی شده رو شورای ملی مقاومت و اردویی که معتقد است به شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، همه کسانی که معتقدند به این اردو، با محوریت سازمان مجاهدین تونستن، یعنی جایی که دیگه کسی نیامد بیرون، باز این نیروهای اصیل محکم پایدار بودن که اومدن در دو کشور، بلژیک، در نیویورک و جاهای دیگه در آلمان به صورت مقطعی و در اون روز مشخص در این دو تا تظاهرات بزرگ و به مردم ایران در عمل نشون دادن که آن چیزی که پایدار هست و با نبضش رو با مردم به عنوان پشت سر مردم تنظیم نمیکنه. یعنی نشسته تو خونهش ببینه مردم کی میان بیرون، بعد پشت سر مردم بیاد سوار موج بشه. این یه بچه دیگه. اون چیزی که پارسال اتفاق این بود، چون مردم در ایران اومده بودن بیرون، اینا هم تو خارج کشور پشت سر مردم اومدن بیرون. بعد که مردم امسال نیومدن بیرون، اینا هم نیومدن بیرون، تو خونه‌هاشون نشستن. اون نیرویی که پشت سر مردم نیست، منتظر موج سواری نیست، جلوی مردم میاد بیرون، اومد بیرون، اومد بر وعدش وفا کرد، تظاهرات‌های بزرگ برگزار کرد، تو نیویورک یقه رئیسی رو گرفت و همزمان با آنچه که در خود سازمان ملل اتفاق میافتاد، صحنه کسانی که مخالف رژیم بودن در بیرون هم فقط در انحصار این نیرو بود، یعنی نیروهایی که در چارچوب شورای ملی مقاومت اومدن بیرون. این بیلان این به اصطلاح قیامه. آنچه که بر مردم ایران بیش از پیش مشخص شد این بود که اگر که کاری از کسی بر بیاد، از کسی این نیرو، از دست این نیروهای متشکل و سازماندهی شده در میاد. بخش دیگری و بخش بیشتری از مردم و نیروهای سیاسی اینو فهمیدن. این حاصل این قیام هست و این البته تو نقطه‌ای که رژیم به شدت ضعیف شده، با مشکلاتش دیگه نمیدونه چی کار بکنه، به طور خاص با مشکلات اقتصادیش نمیدونه چی کار کنه، با سفره‌های مردم، این آگاهی همراه با خودش نیرو میاره. نه نیرویی که بیاد تو خیابون برقصه ماش کوتاه کنه، نیرویی که بیاد پاسدار خنثی کنه، نیرویی که بیاد کوکتل مولوتوف بزنه، نیرویی که حاضر باشه قیمت بده در داخل ایران، در کف خیابان ها. اون نیرویی که میتونه رژیم رو سرنگون کنه، نه نیروی معتقد به میدان میلیونی، نیرویی که امروز وقتی هوا خوبه میاد بیرون، وقتی هوا دیگه خوب نیست دیگه نمیاد بیرون. منظورم هوای سیاسیه. این خلاصه این بحث من بود. سعی کردم کوتاهش بکنم. خیلی متشکرم از شما. اتفاقا در همین برنامه مناطقی که شما اشاره داشتید و خیلی این شازده پاسدار رو پروموت میکنه، یک کسی مثل این که از ایران زنگ زده بود و میگفتش که چرا ظاهرا طرفداره، از طرف هواداران رضا پهلوی هم بوده. خب ما انتظار داریم یه مقدار بیشتر به ما انرژی بده، کاری بکنه و از خودی نشون بده، خلاصه در راستای سرنگونی. که کسی که اونجا باید پاسخ میداد، اون خانم تینا قاضی مراد، میگفتش که به همون میزانی که شما شازده رو صدا بکنین در ایران، ایشون یک گام براتون برمیدارن. و این جالب بود که چطور میشه که این جناب رهبر پشت سر مردم قرار داره و منتظره که این رو صدا بزنن و
اینقدر منافع طلبانه نگاه میکنه، میگه اگر منو اینقدر صدا بکنی من اینقدر گام برمیدارم. دقیقاً همون دیگه، پشت سوار مردم بخواد بشه، مردم بیاد ببین بره سوارشون بشه. و یه خبر دیگه ای هم که در سالگرد قیام من از رضا پهلوی خوندم این بودش که ایشون در اون روز گویا رفته بودن خونه یکی از دوستانشون، در حال آشپزی بودن و مسابقه فوتبال آمریکایی تماشا می‌کردن. حالا این کارا رو کرده. ببینید یه موقعی که با میگه آقا چرا اینقدر اینو بزرگش می‌کنی؟ چرا اینقدر راجبش حرف می‌زنین که مثلا رفته فوتبال یا کرده فلان؟ این اصلا آدم مهمی نیست. اشتباه همینجاست. ما راجب یه آدم لاابالی علافه حرف نمیزنیم. ما داره راجب یک راهکار فریبی که تو دست رژیم افتاده و این راهکار فریب روی این آدم سواره. حالا این آدم امروز اینه، یه زمانی اهورا بود، یه زمانی نمیدونم خاتمی بود، یه زمانی هر کسی، همه کسایی که به عنوان راهکار فریب مورد استفاده رژیم قرار میگیرن. شما نمیدونم یادتون هست توی اون دوران قیام برای مقابله با مجاهدین که به هر حال در داخل ایران کانونای شورش شد، هر چی که دستش بود استفاده میکرد. من جمله رفته بود یه سری اینا که قرص شکم روش میفروختن و لباس آرایش میکردن جلوی دوربین و از این انفلوئنسرها هم جمع کرده و بیان علیه مجاهدین حرف بزنن. پس مهم آدمش نیست، مهم اینه که از این آدم تو این نقطه استفاده رو میکنه، از همین آدم لاابالی که دیگه ویژگی‌های پاسدارا هست داره بهترین استفاده رو میکنه. فریب ایجاد کرده، شرایط طوریه که به این آدم این امکان رو داده. شما ببینید یک موجود پلشت نفرت انگیز که واقعا حال آدمو به هم میزنه، چه دیدنش چه حرف زدن ازش. این کسی که به اسم خواننده توی این ور اون ور میخواد بیاد آلمان، این یارو تاتلوب اسمش منوس چیه؟ یه پاسدار بسیجی کثیف و پلشته. همه چیز این موجود پلشته، از حرف زدنش، قیافش، نگاهش، از همه چیزش بجز پلشتی شما چیزی نمیبینید. خوب از این داره استفاده میکنه، برای اینکه قطبندی تقلبی درست کنه. یه سری رو بیاد چیکار کنه؟ این مثلا یه سری حالا اومدن شدن این آدم رژیم پاسدار بسیجیه، تو این دستگاه این یه قطبندیه، این قطبندی درسته. شما بدونید با این پاسدار میخواد بعد وام میادش آلمان که یه سری مخالفش باشن، یه سری موافقش باشن، یه سری بگن نه این هنرمند، یه سری اینا فریب‌های رژیمه. خود اون موجود پلشت اهمیتی نداره اصلا، ولی تو نقطه‌ای که رژیم نشوندتش محل داره از این اهمیت پیدا میکنه. کاری که رژیم باهاش میکنه، ابزاری که رژیم، مثل چی میمونه؟ ببینید توی زندان‌ها با یک تیکه سیم برق میزنن به کف پای مردم. اون سیم برقه چه مهم نیستش، که کاری که با اون سیم برق میکنن مهمه. یا زمان شاه یه تختای فنری بود مال ارتش بود، تو ساواک هم همین تختا رو داشتن. این تختا رو میبردن زندانی میبستن روش، دوشک هم نداشت، دست باشه بسن. بعد یه پرموسای کوچیکی بود، نفتی بود، چیز بهتری اون موقع نبود. از این پرموسای کوچیک رو باد میزدن، روشن میکردن، یه پرموس کوچیک باد باش تخم مرغ میپختی، اینو میذاشتن زیر این تخت. این تخت داغ میشد، بدن کسی که روش بود میسوخت. ساواک این کارو میکرد. مثلا بدن خیلی‌ها رو از بیرون که رفتن دیدن بدنشون چارگوش سوخته، چون فنراش چارگوش بود. خب اون یه تخت بیچاره‌ای بود، اون پرموس هم برای تخم مرغ پختن خوب بود. ساواک منحوس از اینا اینطوری استفاده میکرد. این پسر شاه هم همینه، همین ویژه، همون پرموس هست، همون تخته. اما آقای حبیبی در سالگرد قیام این برخورد پاسیو مردم، همونطور که در اول اشاره داشتید که چقدر سال گذشته مردم در خارج از کشور استقبال میکردن، در حمایت از صدای مردمی ایران بودن، اما امسال ما یه برخورد پاسیوی از خارج نشینان دیدیم و این چه نشانه ای هست؟ علامت چه چیزی هست؟ خیلی ساده است. انگیزه مردم که فعال شده بودن چی بود؟ امیدوار بودن به سرنگونی. چرا امیدوار بودن به سرنگونی؟ چون در داخل خیابان‌های ایران مردم اومده بودن بیرون و داشتن بنیان رژیم رو گرفته بودن، تکون میدادن. درسته؟ این امید رو خیلی واقعا امیدوار بودن. خیلی ها فکر میکردن دیگه تمومه،
این امید چی شد که از بین رفت؟ تو خارج کشور دارم میگم، نه تو داخل کشور. داخل کشور کار خودشو میکنه. یک سری شالاتان اومدن گفتن سوار همین مردم شدن، یعنی این مردمی که اومدن تو خیابونو ریختن تو جیب خودشون، بعد رفتن نشستن سر این که ما چقدر تو جیبمون هست با هم دعوا کردن. همه اینا به عنوان ترمز که میگیم، یعنی این مردم دیدن که اومدن تو خیابون، یکی عکس پسر شاه رو آورده، یکی شعار این آورده، یکی گفته حامد اسماعیلی، یکی گفته مسیح علی نژاد، یکی گفته این، یکی گفته شین عبادی. بعد دیدن که همه این چیزا تبدیل شد به جنگ بین چند تا آدم منفور و چند تا آدم واقعا تنفر انگیز که با خون مردم ایران فاند میگیرن، پول میگیرن، چهره میسازن، اسم در میکنن. در بهترین شقش اینه که اسمشون در میره، در شقهای منفورترش اونه که میره فاند میگیره، پول از دولت آمریکا میگیره، دنبال تجارت خون مردم ایرانه. خب مردم که جونش از صحرا پیدا نکرده، همین مردم خارج کشور وقتش رو که از صحرا پیدا نکردن، فکر کردن که خب اینا یه مش آدم شالاتان حقه بازن، تاجر خونن. چون از این آدما ناامید شدن دیگه رفتن تو خونهاشون. فعلا هم اینقدر عقلشون نمیرسه که اون امید اصلیشون رو به کجا ببندن. چرا عقلشون نمیرسه؟ چون عقلشون رو رژیم زایل کرده. آخوندها نمیتونن بفهمن که راه حل در تشکیلاتیه که 42 ساله داره میجنگه، تجارت خون نمیکنه، خون نداره، فاند نداره، خونه 3-4 میلیونی توی آمریکا نداره، اسم و رسم نداره، در گمنامی هرچی که داشته ریخته تو سبد علیه این رژیم. اینو نمیتونن بفهمن چون مدیا نمیذارن، چون مدیا اینا رو سانسور که میکنن هیچی، علیهشون دروغ هم میگن. مردم هم خب ساده اند، نمیتونن تشخیص بدن که اینا دروغه، فریب میخورن. این سرنوشت همه مردم در همه جای جهان بوده. این آنچه بوده که اتفاق افتاده. ناامید شدن به خاطر خیانتی که از جانب مسیح و پسیح و شاهزاده و شازده و پاسدار و این و اون بهشون شد. ناامید شدن. میگن اینا همه شارلاتانن، بیزنسمن، خونن، برای همین به حرف اینا گوش نمیدن، به فراخوناشو گوش نمیدن، بیرون نمیان. البته یک چیزی که در اینجا از هر سو در این تبل کوبیده میشه در مورد اتحاد هستش و من از شما خواهش میکنم یه مقدار توضیح بدید که اصلا اتحاد و یا ائتلاف آیا بین افراد میتونه انجام بشه؟ چون این کسانی که مدعی هستن در بهترین حالتش هم افراد هستن، اما تا جایی که ما میدونیم سازمان ها با هم دیگه متحد میشن. یه توضیح کوتاهی هم لطفاً. میدونم که قبلا گفتین برای دوستانی که جدید هستن. اتحاد و ائتلاف بر سر دو چیز، دو تا ویژگی داره، یکی محتواش و یکی شکلش. در آنچه که به محتوا برمیگرده، افراد یا سازمان ها یا آن چیزی که نیروهایی که باید با هم جمع بشن دور حول یک ائتلاف، بر سر یک محتوای واحد باید با هم جمع بشن. شکلش هم به این صورته که چه فرد، چه شخصیت، چه سازمان فرق نمیکنه، افراد و شخصیت ها و سازمان ها و جریان ها میتونن با هم متحد بشن. الزاما اینجاست که فقط سازمان ها نه، در چارچوب یک ائتلاف شخصیت ها و قطب های جامعه هم میتونن به یک ائتلاف بپیوندن. منتها مهمتر از این که کی میخواد بپیونده، ببینی که بر سر چی میخوان با هم بپیوندن. شما یه موقع هستش که میگین که ما با هم میخوایم با هم یکی بشیم، مثال میزنم بریم بالای کوه اورست. خب یه مش آدم با هم جمع میشن، یه هدف مشخصی دارن. ما در صحنه سیاسی ایران آن چیزی که بهش میگن ائتلاف و اتحاد و وحدت رو فقط بر سر یک چیز میتونیم داشته باشیم، چون وحدت کردن فقط بر این نیستش که ما خواست وحدت کردن داشته باشیم، یعنی یه سری آدم بخوان با هم متحد بشن. باید یه مبنای واقعی خارج از خواست ما داشته باشه، یک مبنای بیرون از ما باید داشته باشه. تنها مبنای اتحاد مردم ایران، چه شخصیت، چه قطب، چه سازمان، چه جریان، اینه که اصلی ترین مانع رو که بر سر راه رشد آزادی و دموکراسی و لایسیته در ایران هست، یعنی رژیم خمینی رو از راه بردارن. امروز اگر که همه سر این با هم متحد باشن که بخواین از سر راه بردارن و قانونمندی هاش رو هم باش موافق باشن، یکی نگه
من میخوام پاسدارا رو کمک بکنم، بگم پاسدارا خمینی رو بردارید، خامنه‌ای رو بردارید، پاسدارای خوب رو بگم بیاد، برادران خوب پاسدار، دور از جون زبونم لال، به پاسدارا بگه برادران پاسدار بیاید این خامنه‌ای رو بردارید. یکی اینجوری میگه، یکی میگه نه من بحث‌باکنا رو روشن میکنم تو خیابون، زیاد بشیم 1 میلیون میشیم خامنه‌ای میره. یکی میگه نه من میرم سوت میزنم. اون یارو چیزی کی بوده؟ همین رئیس تلویزیون من و تو، همین اسمش یادم رفته. آره اومده بود میگفت یه چیز مسخره تو همین دوران قیام، میگفت شب ساعت 8 چراغامون همه روشن کنیم. خب یه حرف مفت اینجوری، آره سر این چیزا کسی نمیتونه متحد بشه، ولی سر یه چیز میشه متحد شد. یک، این رژیم باید سرنگون بشه، در تمامیتش باید سرنگون بشه و به صورتی باید سرنگون بشه که دستگاه سرکوب بشه شکست، چون دستگاه سرکوب نمیذاره که سرنگون بشه. پس بایستی با قهر دستگاه سرنگونش. بر سر این میشه اتحاد کرد. خیلی هم اتحاد کردن، همین الان هم که من شما صحبت میکنیم اتحاد کردن. این که این رژیم باید سرنگون بشه و نه کنار گذاشته بشه، گذار بکنیم ازش یا بهش بگیم بریم لطفاً برو کنار خامنه‌ای، تو رو خدا برو بذار من بیام، اینجوری اینا نه، سرنگون باید کشیدش پایین خامنه‌ای رو به زور. دومی که دستگاه سرکوبش رو باید نابود کرد، متلاشی کرد. سر این چیزهای کسی موافق نباشه اصلا اهل ائتلاف و اتحاد نیست. اونوره دروغ میگه، ائتلاف کرده اتحاد کرده ولی با همونایی که با سرنگونشون کنیم، یعنی آدم رژیمند، اینا همه آدم رژیمند، میان میگن اتحاد نمیکنن ائتلاف نمیکنن. اینو میگن که اون اتحاد و ائتلاف واقعی که وجود داره، ببینین این اتحاد وجود داره، از 42 سال پیش وجود داره. ضعف و قدرتش اصلا مهم نیست، مهم چیه که یک سری آدم، یک سری تشکل، یک سری جریان بر سر این با هم توافق کردن و یه مسیر رو اومدن 40 ساله و این مسیر روز به روز قوی و قوی تر میشه. یه بار به نقطه‌ای میرسه که تعادل قوا رو میشکنه. هنوز به اون نقطه نرسیده ولی این اتحاد وجود داره. خارج از این هر چی که هست دروغه، فریبه. برای اینکه بگه این اتحاد نیست، میخواد این اتحاد رو بپوشونه تو چشم مردم. میگه نه اتحاد نیست، مردم با هم متحد نیستن تا این یکیه رو مردم نبینند. اونا همه بخشی از رژیمن. آقای حبیبی با توجه به توضیحات درستی که دادی، حالا ما به نقطه این اتحادی که صحبتشو کردم شورای ملی مقاومت هست که مسئولیتش با آقای رجوی هست. بله. اما حالا یک چیزی که خیلی روش بحث میشه، خب شورای ملی مقاومت طرح و برنامه کاملا مشخصی داره، از مدت‌ها پیش هم داشته و همیشه هم به صورت مدون برای همه قابل دسترس هستش. اما چیزهای دیگه‌ای که موضوع دیگه‌ای که الان میخوان به مردم حقنه بکنن بی‌هزینگیه. اینکه استراتژی و راه حلی که باید راه به سرنگونی ببره چی هست؟ آیا با بی‌هزینگی امکان داره؟ ببینید اول از همه چیزی مشخص کنید، از من گرفته تا همه ماها آرزومون اینه که با کمترین هزینه این رژیم بیفته، سرنگون بشه. چون هزینه‌ش ما میدیم، من و شما و همه کسایی که میخوان این رژیم بیفته. پس این که ما میخوایم رژیم با کمترین هزینه بیفته این خواسته هم است. هیچ کی دوست نداره کشته بشه، هیچ کی دوست نداره که خارج کشور 40 سال در تبعید باشه، هیچ کس دوست نداره. همه ما آرزومون اینه که بلند شیم بریم ایران، بریم تو نمیدونم کله پاچه بخوریم تن فلان بازار، چلو کباب بخوریم، بریم دربند بشینیم، بریم شمال تو دریای خزر. هممون این چیزا رو دوست داریم. عید تو سفره تو خونه کنار همدیگه باشیم، 13 به در بریم، نه بین این خارجی‌ها که تعطیل نمی‌کنن 13 به در رو کله پاچه رو بعدشون میاد. عرضم شما که ما رمضان میشه دلم میخواد از تو خیابون صدای اذون بیاد، اینجا هیچ خبری نیست. آره ما اون ایران رو دوست داریم، میخوایم. تو تبعید که هستیم داریم هزینه میدیم، ما این هزینه رو دوست نداریم بدیم، بهمون تحمیل شده. پس این اول. ولی زمین زدن این رژیم بدون هزینه ممکن نیست، دروغه. چرا؟ چون این رژیم میگه اصلا به زبون خودش میاره، آدماش گفتن تازه روزی که ما بریم چیزی برای شما نمیذاریم، یعنی وقتی که ما رو بیرون کردیم میسوزونیم، خاک سوخته بهتون تحویل میدیم. هزینه از این بابته که بهش میگه آقا رأی من کو، میبینی پاسدار ریخت تو خیابون آدما رو کشت. خب هزینه میگیره از رژیم.
این که نیست تو بخوای هزینه بدی، رژیم ازت هزینه میگیره. وقتی بخواد بره ازت هزینه میگیره. اونایی که دنبال راه حلای بی هزینه‌ان میخوان با پاسدارا چیز کنن، دروغ میگن، نمیخوان رژیم عوض کنن، میخوان یه آدم از بالای رژیم وردارن برن جاش بشینن. یعنی استعمار، دولت‌های خارجی، اونم خود اونا نه، دولت استعمار، همونجا که پسر شاه رفت، همون اسرائیل فکر میکنه میتونه خامنه‌ای رو ورداره، سپاه پاسدارا رو نگه داره، 20 تا پاسدار چاق گردن کلفت رو بکشه، پسر شاه بره اونجا بشینه، بچم بگه حالا مردم اومدن رأی دادن ببینیم چی میگن. آها مردم گفتن ما شاه میخوایم، کینگ رضا پهلوی گفتن هیچی ما موندیم. خب این پروژه ابلهانه و احمقانه اسرائیل یا کسایی مثل اسرائیل. حالا اسرائیل من میگم، من چون تو اسرائیل اینو منم نمیفهمم سیاست، احساس فردیمو به عنوان فرد میگم، چون رفته اسرائیل دارم میگم، چون جای دیگه نرفته بود، جای دیگه تحویلش نگرفتن. ولی خب پروژهشون اینه، ولی همچی پروژه شدنی نیست. اگه میشد کرده بودن، اصلا بکنن، اگه میتونن بی هزینه این رژیم رو عوض کنن، چقدر خوبه. اگه میشه بکنه، هر چی میتونه بکنه. ما باید بلند بشیم میریم اونجا، کله پاچمون رو میخوریم، سازمانمون هم درست میکنیم، از تو صندوقای رأی میان. من شخصا اگه کسی میتونه این رژیم رو بی هزینه بزنه زمین بزنه. دروغ میگن، چون نمیخوان که شما بری هزینه بذاری و رژیم رو سرنگون کنی، تبلیغ بی هزینگی میکنن. چون هزینه دادن سخته دیگه. هموطنان ما تو خارج کشور تو خونه هاشون نشستن جلوی تلویزیون، دارن شکلات میخورن، فیلم نگاه میکنن، سریال ترکی نگاه میکنن، حالا بهش بگی بلند شو برو تو خیابون زیر آفتاب شعار بده، خب سختشه، هزینه باید بده، خب نمیده، میشینه تو خونه. حالا من یک کلیپی دیدم در همین رابطه، یک دوستی فکر کنم در ایران بود، اتفاقا انتقاد کرده بود به خارج نشین ها، گفته بود که شاکی بود از کسانی که به غیر از هواداران سازمان مجاهدین که جلوی مجمع سازمان ملل در نیویورک در اعتراض به حضور جلاد رئیسی نبودن، که چرا شما نبودید، خارج نشین ها اونجا نبودید تا صدای ما باشید، تا اعتراض بکنید. خب فوقش یک بار پلیس نیویورک شما رو میگیره، یک شب شما در زندان نیویورک میخوابیم، ما اسامیتون رو هشتگ میکنیم، صدای شما میشیم. و این واقعا یک یأس و یک پیام خیلی بدی داره برای مردم داخل که شما خارج نشین ها هیچ کاری نمیکنین، کل حرفی که میزنین دستبند سفید ببند، بوق بزن، با یه رژیمی سرتاپا مسلح، جانی، بیرحم که گزارشش اومده که به عمد تیر میزده تو چشم معترضین. مگه میشه به این راحتی مبارزه کرد و اون رو از بین برد؟ و اما در مورد پروژه که صحبت کردی، من یه نکته بگم، یه پرانتز دارم. من با این صحبت شما موافق نیستم، حتی اگر من به تلخی صحبت میکنم راجع به هموطنان خارج کشورم، ولی ما هرگز نباید گناه رو به گردن مردم بندازیم. هموطنان ما در خارج کشورم هیچ گناهی ندارن. کما اینکه موقعی که امیدوار شدن به اینکه این رژیم سرنگون میشه، 100,000 اومدن تو خیابون، هزینه کردن، از این شهر به شهر رفتن، اون شهر با اتوبوس رفتن. مشکل در مردم نیست، مشکل در کسانی که مردم رو فریب میدن، مشکل در شازده پاسداره، مشکل در مسیح علی نژاد شارلاتانه، مشکل در اون اسماعیلیونیه که اومده بلند شده رفته تو مونیخ، اولین حرفش که مجاهدین چیز نیستن. آخه تو چیکار داری که مجاهدین محبوب هستن یا نیستن؟ تو چه محبوبی که؟ خب تو درد خودت رو برو، جون خودت رو بکن. تو چیکار به مجاهدین داری اگه نیومدی اینجا برای رژیم کار بکنی؟ خب پاسداری برای رژیم کار میکنی، چی کار داری وسط اونجا به مجاهدین دارن 40 سال، حالا کم زیاد اصلا تو خوشت نمیاد مجاهدین، حجابشون بده. تو چی کار با اینجا اومدی تو مونیخ با رژیم بجنگی؟ با مجاهدین چی کار داری؟ یا اون یکی یا اون یکی یا شیرین عبادی یا مسیح علی نژاد یا همشون، اون نازنین بود، همشون. خب اینا مردم رو ناامید کردن، تقصیر مردم نیست، مردم گناهی ندارن، مردم میان تو خیابون، بازم میان. همین مردم روز به روز خواهند فهمید، بیشتر خواهند فهمید که مجاهدینی هستن، شورای ملی مقاومتی هست که از این کارا نکرده، دزدی نکرده، کاخ نساخته، فاند نداشته، فدا کرده خودش رو. اگرم که عراق رفته کار خوبی کرده، باید رفت گفت درود بر تو که رفتی با خمینی جنگیدی، آتش جنگ رو خاموش کردی. اگه روسری سر
بشه باید بگه بابا روسریت به خودت مربوطه، درود بر تو که روسری رو سرته، داری تبلیغ و به اصطلاح مبارزه میکنی برای اینکه حجاب اجباری حذف بشه. این رو مردم خواهند فهمید. تا فهمیدن، بخششون فهمیدن، 100,000 فهمیدن، 30,000 تاشون به خاطر همین که اینو فهمیدن در 3 ماه رفتن بالای دار. ما بر واقعیت صحبت میکنیم. همین الانم 10,000 تو خیابونا میان از همین خط و خطوط دفاع میکنن، از همین مقاومت، از همین خانم رجوی که رهبری این مقاومت رو داره حمایت میکنن. مردم اینن، بیشتر هم خواهند شد. اونایی هم که نمیدونن کم کم میفهمن. تعادل قوا هم نقش جدی داره. تعادل قوا یک فاکتور خیلی مهمیه که تأثیرات مردم به اصطلاح روی تصمیمات مردم تأثیر میذاره. چون اسم مردم مردمه. مردم قرار نشده که بیان مبارزه کنن. مبارزه رو پیشتاز میکنه، عنصر آگاه جامعه میکنه. مردم باید زندگی کنن، بزنن، برقصن، عروسی کنن، دور همی بگیرن. این کار مردمه. از مردم نباید طلبکاری کرد. من یادم سال 63 64 یکی از این همین اکثریتی توده‌ای بریده اومده بود خواهش کرد، میگم آی توده ها زهی بی شرمی، چرا نمیاد تو خیابون بجنگید؟ از این حرفای مفت میزنن. اخیراً دیدم یه سری به این حرفا به مردم میگفتن. باور کنید من قصدم نیست که شما رو، ولی احساس من اینه که باز هم این ریشش به رژیم برمیگرده. بله، اینقدر آدرس انحرافی دادن که خب خیلی ها. ولی خب آدم، من به شخصه از مردم خوب کشورم، چه در خارج از کشور، به قول شما در داخل که دارن کار خودشون رو میکنن همراه با کانونهای شورشی، اما در خارج از کشور خب انتظار دارم با توجه به اینکه اینجا فیلترینگ نیست، اینترنت و به دنیای رسانه ها خیلی راحت دسترسی دارن، یه مقدار اخبار رو از کانال های درسترش هم دنبال بکنن، صداهای دیگر رو هم بشنون و خودشون رو آپدیت بکنن در ارتباط با سازمان مجاهدین و فقط حرفایی رو که به صورت شیطان سازی سالهاست در گوششون رفته همونا رو نخوان که بپذیرن. اما در ارتباط با دارین شما کلک میزنین، اینا کارای ماست. کارا رو ما باید بکنیم. مردم از این کارا نمیکنن. میکنیم تاش بیشتر از این میکنیم. خواهش میکنم دست شما در نکنه. اما در ارتباط با پروژه گفتید، من یادم اومد که در همون اوایل برنامه دوستی پرسیدن در مورد پروژه من وکالت نمیدهم که آیا میشه در این مورد مقدار بیشتر توضیح بدید؟ همه اینا همون قطب‌بندی‌های حقوق بازان هستی گفتم. قطب‌بندی‌های اینجوری رو درست میکنن که قطب‌بندی اصلی مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه سنگر چه رهبر گم بشه. این هم که گفتم این کار ماست، منظورم من و شماست و همه بچه‌هایی که دوستانی که این مدیریت میکنن این لایو و لایوهای دیگر رو. کار آگاهی رسانی به مردم در خارج کشور اصلی ترین کار ماست. ماهایی که خودمون این راه رو بهتر میفهمیم و براش قیمت دادیم و میشناسیم، وظیفه داریم که هموطنانمون رو در خارج کشور روشن و آگاه کنیم با همین لایوها و با کارهای از این قبیل. بله. اما در مورد پروژه وکالت نمیدهم اگه لطف کنید توضیح بدید. من معتقدم که این پروژه وکالت نمیدهم همونقدر بی اصالته که اون پروژه وکالت میدهم. متوجه چی میگم؟ یه نوعی خودش باز دوباره مطرح کردن اینه که انگار مثلا اون وکیل بوده حالا که دیگه وکیل نیست. اینا منشأ درستی نداره. من احساسم اینه، نظر فردی اینه، یعنی نباید تو این داما افتاد. همین که شما افشا کنید اینکه یه کسی اومده، همین موزگیری‌های اخیرش اومده اول قیام اومد یه صحبتی کرد انگار که مثلا چیزه، همه مردم نشستن پشت به پشت ایران، 80 میلیون نشستن که ایشون بیاد حرف بزنه، به فرمان ایشون بیان رژیمو چیز کنه. خب اون چیزش بود. ماها میبینیم که یه آدمی که نشسته رو موج مردم سوار بشه، وقتی موج نیست خب میره قایم میشه دیگه. خب یکی به این بگه تو نمیتونستی خودتو 4 تا 5 تا آدم دیگه بیای جلوی نیویورک، چی میشد؟ 5 تا آدم، اصلا 6 تا بودی، 10 تا بودی، میبرید جلوی نیویورک، همون پرچم شیر خورشید دستتون میگرفتید، با میستادید یه شب میرسید مرگ بر رئیسی، اگه راست میگید. پس اینا ببینید اینا این کاره نیستن. چون این کاره نیستن اصلا اینا رو نباید به حساب آورد. بدونید من همیشه مخالف اینم که کسی به رضا پهلوی بگه چیز اپوزیسیون. پسر شاه اپوزیسیون نیست.
هرگز هم نبوده. کسانی که دور و برش هستن اپوزیسیون نیستن. کسانی که دور و برش هستن یک زمانی همه پاسدار بودن، در حراست‌های دانشگاه‌ها بودن، سابقه پاسداری دارن. کسی که الان باشن خودش هم الان یک پاسدار کامل تمام عیاره. مأموریت اصلیش حفظ سپاه پاسدارانه، اپوزیسیون نیست. کسی که پاسداره و اپوزیسیون نیست، من چیکار دارم بهش بگم آقا من به شما وکالت نمیدم؟ مثل اینه که من الان بیام یه هشتاگ درست کنم بگم که پاسدار محسن رضایی من به تو وکالت نمیدم. ببخشید من تصحیح کنم، وکالت نمیدهم نه، پیرو اون بخش اولی که وکالت میدهم الان همونها اومدن که من وکالتم رو پس میگیرم. وکالتم رو پس میگیرم میگم مثل همینه. نفس این که این حرف رو بزنیم انگار به این بابا کسیه که قابل وکالت دادن یه وکالت پس گرفتنه. شما یه کسی که وکیله میدید بهش میگید من وکالتم رو پس میگیرم، این اصلا وکیل نیست که، این اصلا خودش دشمنه، اون طرفه. من برای این با این حرف مخالفم. یعنی شاید من خوب نمیفهمم، من فکر میکنم هر نوع مطرح کردن این آدم به عنوان وقتی میگه وکالتمو پس میگیرم یعنی که من ناراضیم از تو، درسته؟ خب این اصلا امید داشتم بهت که آره. پس یعنی امید داشتم دیگه ندارم. بابا به پاسدار رادان، به پاسدار سبزعلی رضایی، به اینا مگه میشه امید داشت که بعد آدم امیدشو ببره؟ من اینجوری میبینم. من فکر میکنم کمان که اون زمانی هم که این پروژه وکالت میدهم که از طرف وزارت اطلاعات نیروشو فرستاده بود اینجا که رضا پهلوی پیش ببره، با تمام سایبری ها و چیزای فیکی که میتونستن داشته باشن بیشتر از 400,000 تا رأی نیاورد. یعنی خودش یه مایه آبروریزی بود براش. برای اینکه اینا رو رژیم، بالاخره رژیم هم سایبری رژیم که میلیونی نیستش که، همین 100 نه هزار نفرن، 4 بار هر کدوم میزنه میشه 400,000 نفر. ممکنه بعضی از هموطنان، مردم، همین مردم که صحبتشون کردیم، همین قشر خاکستری توی فضای مجازی همچین هاشتگی رو بزنن و چون ناامید شدن از دست این داستان بیان بگن من وکالتمو پس میگیرم. ولی اگر بخوان درست بگن نباید بگن من وکالتمو پس میگیرم، باید بگن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. اگه اینو بنویسن یعنی وکالتشون رو پس گرفتن. خیلی گویاتره این. دوستی سوال پرسیدن که این تجمعات خارج کشور و کنفرانس ها تا کی و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ اگر که این تجمعات معذرت میخوام چیز کردم اشتباه گفتم، اگر این تجمعات، گرد همایی ها و امضاها و حمایت ها و اینا صرفاً فقط خودشون بود و یه مابعضایی در داخل نداشت، یعنی کانون شورشی نداشت، زندانی سیاسی نداشت، شهید نداشت، نه فایده داشت، نه اصلا حلال بود، یعنی حلال به معنای که مشروع بود، اصلا نه قابل، یعنی به درد نمیخورد، خلاف بود. اینها وقتی وجود دارن و معنی دارن و کارایی دارن که صدای مردم و مقاومت در داخل ایران باشن، چتر حمایتی و سپر حمایتی باشن برای سازمانی که اون مقاومت رو داره به پیش میبره و مردمی که دارن در کف اون خیابانها و در زندانها دارن بهای این مقاومت رو میپردازن. چون اون هست این مفیده و باید باشه و مادامی که این رژیم سرنگون نکرده، این دوتا وجه مکمل همدیگه هستن. ما نمیتونیم فقط به فکر این باشیم که رژیم رو در داخل سرنگون کنیم. رژیم یک بستر خارج کشوری هم داره، چیزی به اسم اراده خارجی هم در سرنوشت ما مردم ایران تأثیر داره. 3 تا عنصر در سرنوشت هر کشوری تأثیر داره. یکی مردم، عنصر مردم، یکی عنصر پیشتاز یعنی مقاومت یا عنصری که در جلوی مردم داره پیش میبره مبارزه رو، و یکی عنصر اراده خارجی. وقتی اراده خارجی در تعادل و با قوی تر باشه، حاصلش میشه مصدق، یعنی مردم بودن، عنصر پیشتازم بود، مصدق و چند ده نفر آدم دورش، تشکیلات نداشت، و عنصر خارجی یعنی انگلیس و آمریکا. خب زور اونا چربید و عنصر پیشتاز رو زدن زمین و بر مردم سوار شدن. این یک واقعه تاریخیه. امروز هم همینطوره. عنصر پیشتاز سازماندهی شده هست، مردم هم هست، ولی اراده خارجی هم هست. بایدن و این و اون پشت اون میزها نشستن تصمیم میگیرن بر سرنوشت ما.
اوباما با اوناست نه با ما. و برای همه کشورها همینطوره. برای سوریه هم همینجوری بود. اوباما با اونا بود که مرز سرخ رو رد کردن و هیچی نگفت و برای همین بشکه‌های شیمیایی رو قاسم سلیمانی از آسمون ریخت و 400 تا بچه رو توی ادلب کشت توی یک شب. چون اوباما با اونا بود نه با ما. این اوباما که با اوناست واقعیه. چون اوبامایی هست که با اونا هست و چون بایدنی هست که با اونا هست، ما بایستی نمایندگان مردم، کنگرسمن ها، سناتورها رو بریم به عنوان ما به ازای اون وارد صحنه سیاست بکنیم، جلوی اون مماشات ها رو بگیریم. مماشات کلمه‌ای که من دوست ندارم، قابل فهم نیست. مماشات یعنی این که دست اونی که تو دست ملاست، یعنی همکار ملا، یعنی ملاهای کت و شلوار پوش آمریکایی، فرانسوی، ملاهای مینی ژوب پوش آمریکایی، فرانسوی، آلمانی، سوئدی، همینا که الان می‌بینی، اینا به اینا میگن، من میگم ملاها، ملاهای عنصر اجنبی. عنصر اجنبی رو باید خنثی کرد، استعمار رو باید خنثی کرد. مبنای خنثی کردن استعمار در داخل با قانون شورشی، با مبارزه، با آتش در برابر آتش، زبان و بیان اون در خارج کشور برای خنثی کردن اجنبی و استعمار، کارهایی که دیپلماسی انقلابی مقاومت، شورای ملی مقاومت میکنه، مکمل همدیگه. بله. در واقع باید دو مفهوم رو با همدیگه مخدوش نکرد، حمایت و دخالت. سازمان و مقاومت ایران دنبال حمایت گرفتن هستش که همونطور که گفتید یک عنصر مهم و لازم هست برای پیشبرد کار، اما هرگز یک سازمان انقلابی خواهان دخالت نیروهای خارجی نیست، چون اونگاه دیگه نمیشه تضمینی بر منافع مردم داشت. اما دخالت یعنی که اوباما بیاد هواپیما پول بده به آخوندا که دلارشون سقوط نکنه، یا بایدن بیاد یه دفعه 6 میلیون یا 16 میلیون 19 میلیون به قولی پول بده که دلارشون سقوط نکنه. به میگن دخالت. اون چیزی که جناب شازده رضا پهلوی میاد از کشور، اون که شازده پاسدار دنبالشه، میگه باید فنا کن. حمایت یعنی که یک سناتوری، یک نماینده‌ای، یک رئیس جمهور پیشینی، یک نخست وزیر پیشینی بیاد شما یه میکروفون بدید دستش، بگه که این آقاه راست میگه، این رژیم جنایتکاره، مردمو میکشه، این رژیم باید بره، مردم ایران حق دارن آزاد باشن، مردم ایران حق دارن در دموکراسی زندگی کنن، بایدن نباید به اینا پول بده، اوباما نباید به اینا پول بده. اینو بهش میگن حمایت. یعنی میکروفون شما در دست نماینده مردم جهان حرف شما رو میگه، به این میگن حمایت. که جلوی مماشات هم گرفته بشه، که جلوی مماشات گرفته بشه. بله. حالا از اونجایی که مدیر برنامه تذکر دادن که دقایقی بیش به پایان برنامه و این لایو باقی نمونده، یک سوالی دوستی نوشته بود، من اگر بدونم کجا نوشته بودم، بله نوشته بودن که پرسیده بودن در واقع آیا فقط فعالیت سیاسی منجر به تغییر و انقلاب میشه یا ما باید کار فرهنگی هم همزمان انجام بدیم؟ ببینید کار فرهنگی اسمش روشه. کار فرهنگی یعنی که فرهنگ سازی ابزار و بستر خودش رو میخواد. شما اولا که فرهنگ سازی اولین ویژگی و مشخصش اینه که در زمان، یعنی یک کار طولانی مدت و دراز مدته، در زمان فرهنگ ساخته میشه. فرهنگ سازی یعنی تغییر جامعه. تو نقطه‌ای که یک جامعه‌ای بایستی در مقابل یک دیکتاتوری بیسته، اصلی ترین فرهنگ سازی اینه که در مقابل دیکتاتوری مقاومت کنه، کوتاه نیاد، نشینه. کاری که در ایران داره میشه. در ایران بزرگترین فرهنگ سازی که در طول 1400 سال پیش تا به حال همچین اتفاقی در ایران نیفتاده، در این 42 سال شده. ملتی در برابر یک ارتجاع کهنه قدیمی، یک عقرب جرار ایستادن، کوتاه هم نمیان، عقب هم نمیشینن. صدها قیام کردن در 42 سال گذشته. فرهنگ سازی یعنی این، یعنی این که آخوندی که تو پستوی خونه مردم بود، توی سفره مردم میشست، امروز تو خیابون نمیتونه بیاد بیرون. به این میگن فرهنگ سازی. یعنی در دوران قیام، در دوران مقاومت، در دوران انقلاب، فرهنگ سازی
در عنصر قیام و مقاومت در برابر دیکتاتور خود به خود در جامعه ساخته میشه. جامعه بالاترین جهش ها رو به لحاظ فرهنگی در دوران قیام حاصل میکنه در خودش از طریق مقاومت در مقابل دیکتاتوری. یعنی من میخوام اینو بگم که جامعه ما در آنقدر که در 42 سال گذشته نو شده، جهش کرده، رو به جلو رفته، ابعاد جامعه رو شما 80 میلیون رو در نظر نگیرید، نیروهای پیشتاز، درصدی از جامعه که همیشه تعیین کننده هست تو همه کشورها، یه درصدی از جامعه هستن که رشد و تکامل اون جامعه رو تضمین میکنن. این درصد از 42 سال تا به الان بسیار بیشتر از 42 سال قبله و بسیار دهها و صدها و هزاران برابر بیشتر از 42 سال اوله. از اول قیام مشروطه تا امروز که میشه 120 سال، اگه 3 تا 40 سال بگیریم، آنچه که در 40 سال سوم اتفاق افتاده هزاران بار بیشتر از آنچه که در 40 سال اول اتفاق افتاد. به این میگن فرهنگ‌سازی در دوران انقلاب. بعد در دوران آسایش هم فرهنگ‌سازی دیگه یک مقوله دیگه. اول از اینکه مردم رفاه داشته باشن، آرامش و امنیت داشته باشن، بعد وقتی دیگه بیاید تو تلویزیون بگید چطوری مسواک بزنید، چطوری راه برید، آشغال نریزید بیرون، اینا دیگه فرهنگ‌سازی یه جامعه آرام و دموکراتیک هستش. به عنوان آخرین پرسش از شما پرسیدن که آقای حبیبی چرا خودتان با دیگران متحد نمیشید؟ کی؟ با کی مثلا؟ نه بیشتر توضیح ندیدم، همین دقیقا پرسیدم. هر کسی که به سرنگونی از طریق آتش در برابر آتش موافق هست، بنده هر جا که هست من به عنوان یک ایرانی میرم باهاش صحبت میکنم، به عنوان فرد یه ایرانی، و ازش خواهش میکنم که تو همین برنامه لایو ما بیاد بشینه اینجا حرف بزنه با من. دیگه از این که بیشتر نمیشه. اگه به فرد صحبت میکنه، هر جریانی هم، من یکی از کارام این بوده که برم پیش همه هموطنانم، پیش جریان ها، ازشون خواهش کنم که اگر که به آتش در برابر آتش و سرنگونی این رژیم معتقد هستید، در تظاهرات ها بیایید با ما کنار ما. منم رفتم تو تظاهراتاشون، نیروهای دیگه، نیروهای مارکسیست کمونیست یا هموطنان کرد، به دفعات و به کرات رفتم تو برنامه‌هاشون. هیچ آرم و چیز عکسی هم از سازمان مجاهدین نبردم، فقط پرچم شیر و خورشید که پرچم ملی ما ایرانیان هست رو دستم بوده. این از من. سازمانی هم که من هوادارش هستم، میدونم که این کارو کرده و اصلا به خاطر اینکه اون سازمان من هوادارش بودم من این کارا رو کردم، چون به من گفته که باید بری تو تظاهرات نیروهای دیگه شرکت کنی، بهشون بگو اونام بیان تو تظاهرات نیروهای ما شرکت کنن، حتی غیر ایرانی‌ها، همه کسایی که مقوله‌شون دموکراسی هست. چرا اتحاد نکنیم؟ ما داریم قیمت میدیم، خیلی بهتره که یکی دیگه هم بیاد اونم یه خود قیمت بده، بار رو دوش ما کمتر بشه. که چرا نکنیم این کارو؟ من به صفت فرد نگفتم ما قیمت میدیم، تمامی این مقاومت داره قیمت. بله. البته ما شورای ملی مقاومت رو داریم همونطور که صحبت کردید و کسانی که در اون محورها با هم دیگه مشترک باشن بسیار هم ازشون استقبال میشه که تشریف بیارن و همه با هم متحد بشن در راستای هر چه زودتر سرنگون کردن تمامیت رژیم آخوندی. بار دیگه تشکر میکنم از حضور شما. اگه صحبت پایانی دارید بفرمایید، اگر نه دیگه به دقایق پایانی لایو رسیدیم. پوزش میخوام از اینکه برنامه با مشکل روبرو شد اول کار و تشکر میکنم از توجه همه و خواهشم اینه که این برنامه رو بازپخش بکنید. من در یوتیوب خودم، در اینستاگرام، در فیسبوک، در تلگرام و در ایکس، صفحه ایکس، من این برنامه رو به صورت یا تیکایش رو میذارم یا لینکش رو میذارم و اگر که این برنامه رو ما خودمون بازسازی نکنیم، اینستاگرام و اینا نمیذارن صفحات ما زیاد بشه. یه زمانی ویدیوهای من به طور معمول بین 300,000 تا بیش از 300,000 دیده میشد ظرف چند روز. بعضی از ویدیوها به 1,200,000 بیننده رسید توی اینستاگرام. از یه موقع اینستاگرام جلوش رو بست. تنها راه این که از این صد و مانع بگذریم اینه که این ویدیوها شیر بشن، بازپخش بشن. ویدیوهایی که من به طور مشخص تو صفحه خودم میذارم اگر شیر و بازپخش بشن، کامنت بخورن، ما میتونیم این صدی رو که اینستاگرام یا فیسبوک یا دیگران درست کردن ازش عبور کنیم. من تنها
خواستم اینه. تشکرم از شما. بار دیگه تشکر میکنم از حضور شما و همینطور تک تک همراهانی که در این برنامه با ما بودن و لطفاً همونطور که آقای حبیبی گفتن برنامه چالش رو با لایک ها، کامنت گذاری و اشتراک گذاری های خودتون حمایت بکنید، هم در اینستاگرام و همینطور در تمامی پلتفرم هایی که هست. برنامه رو با انتخاب چند مصرع کوتاه از یک شعر بلند به پایان میبرم. دوباره باز خواهم گشت، در گلخانه ها را باز خواهم کرد، تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد، تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد، تمام قفل ها را باز خواهم کرد، تو را هر لحظه و هر جا، تو را در هر جای این دنیا، تو را فریاد خواهم کرد، از آن جایی که ماندم ناتمام آغاز خواهم کرد. پیروز باشید تا دیداری دوباره. خدا نگهدار. با تشکر از آقای حبیبی و نگیسا خانم، خیلی ممنون. منم با عزتون دیگه لایو رو میبندم. شب درود بر شما.